ضبطه بریم. در زندگی هر کس ممکنه یک سری فعل و انفعالات شیمیایی به وجود بیاد به نام عشق. بعضی ها فکر میکنن چون ما BTSیم آدم نیستیم، دل نداریم، نباید عاشق بشیم. ولی امروز میخوام با صدای جذابم ثابت کنم که اینطور نیست. درسته، این داستان عشق BTSه. اون روز رو خیلی خوب یادمه، روزی که قطار رد شد و تموم شد دیگه نکبت. یه دختر اونور ریل وایساده بود و اینم منم، ورلد واید هنسام. طرفم دوید. دختره دفترت افتاد. ممکنه فکر کنی داستان عشق من از اینجا شروع شد، ولی اصلا اینطور نیست. جان دفترچه تلفنشه، توش پر از شماره دختره. چه صبح زشتی، چه دیوار زشتی، چه سقف زشتی، چه ژست زشتی. اگه میتونی 3 بار بگو. چرا هرچی نقش سخته به من میدن بازی کنم؟ what the فخ ببینمتون میکشمتون. چخه چی میگی؟ تو رو یه جا ندیدم؟ نه اشتباه نکنید، داستان عشق کوکی هم از اینجا شروع نمیشه. ازم میپرسید پس این صحنه چیه؟ خب دوستان است که گیرد دست دوست. از دست جیهوب معتاد شدم. خواب دیدی خیر باشه. فقط جیهوب. داستان عشق یونگی؟ خب فکر کنم واضحه. ببینم این کوکب نیست دختر همسایمون. بفرمایید. یه هفته پیش این شکلی نبود که. بفرمایید از مغازه. چه جیگری شده؟ بذار من کمکت میکنم. بیا بگی. ممنونم. قیافت عوض شده ولی هنوزم همون دست پا چلفتی که بودی. نشناخت منو؟ کوکب خودمونی، چرا خودتو میگیری؟ میدونی من کیم؟ آرم کبیر. داستان عشق آرم کبیرم از اینجا شروع نشد. سختم. از اونجایی که پسر خوبیم یکم اعمال خیرخواهانه انجام بدم. دزدی نکن، من پول دارم حساب میکنم. چقدر میشه اینا؟ قابل شماره نداره آقا تیونگ. نیازی به تشکر نیست، همه شو برات حساب کردم. بده بینم بابا. بی تربیت. جای تشکرته؟ اشتباه نکنید، وی عاشق نشده. چیکن نودل سوپ. چیکن نودل سوپ. چیکن نودل سوپ با یه سودا آن سای. چیکن نودل سوپ. داری از من میگیری؟ از پرتوهای نورم بگیر. آره دارم میگیرم. جیهوب پا. اینو برای تو پختم. ولی من که 1 سالم نیست. آره ولی برای من یه دونه ای. چقدر خوشگله. اینجوریه پس. نفهمه. جیمین تو هم بیا پیش ما. پرده رو بکشیم. اوپا حالا باید یه آرزو کنی. آرزو؟ آرزو میکنم. خب اون روز هیچ کس نفهمید جیهوب چه آرزویی کرد، ولی مطمئنم که چیزی که الان دیدید اصلا ربطی به عشق نداشت. اینم بچگیای جیهوبه، برای قشنگی گذاشتیم. از همون موقع با این اسبا سر و کار داشت. به آسمون که نگاه میکنم و به ابرها و به خورشید
به درختان که نگاه میکنم و به برگ ها. کلن به هر چی نگاه میکنم به این نتیجه میرسم که من ورلد واید هنسامم. چی کار کنم تحت تاثیر قرار بگیره؟ آها، ببین اقدس، این گوشی آیفونه ولی برای من مثل توفه. مثل توف انداختمش رفت. بیا داداش، بقیه‌شم برای خودت. و از شمارمو یه جوری بهش بدم. حتما دارید با خودتون میگید لابد عاشقش شده که میخواد شمارشو بهش بده. نه خیر، قصد نامجون فقط خیره. من الان نقشه پسری رو دارم که فراموشی گرفته مثلا. اوپا What the fuck اوپا؟ من اوپای تو نیستم. تو دلیل ایوفوریای منی؟ داره یه چیزایی یادم میاد. چیکن نادل سوپ. تو چیکنی. باید یه نقشه بکشم جیهوب از دختره دور کنم. اقدس چرا افتادی دنبالم؟ من تا منو دیدم وای، منو پسند دیدم وای، همشونم به هم میاد. ورلد واید هنسام خارج می شود. جان، از این گلام خوشگل ترم. به به، پیش به سوی دلبری. چرا خبری از جیهوب نیست؟ پیامکم نداده. نه به احتیاط. جیهوبه؟ درسته، جیمین جیهوب رو لو داد. انتظارشو نداشتید نه؟ خب هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست. در زندگی درست در همون لحظاتی که فکر میکنی همه چی خیلی خوب و خوشه، اتفاقاتی میفته که ممکنه برگاتو بریزونه. ولی به قول منیجرمون، اگه همه چیز الکی خوب بود یعنی یه مشکلی هست. خودمم نمیدونم چه ربطی داشت، ولی الان حس میکنم همه چی الکی خوبه. چه هوای خوبی، من چقدر جذابم. وای، آینم آوردم؟ ها؟ آینه نترس، دارم میام. در رو فرار کن. چی شده؟ فقط میخواستم کشتو بهت پس بدم. تو دلیل ایوفوریای منی. آخیش آینم آوردم، خیالم راحت شد. از دستت افتاده بود زمین. بادا اگه دارای بیماری قلبی هستید این صحنه ها رو نبینید. به من دست نزن. جیهوب تاشی ران میخوام برم خواستگاری. نگونه میشه. لعنت به این زندگی. بیا اینجا قایم شیم. وای زنده بمون. نه وای مرد. همیشه یادت بمونه. متاسفم هیونگ که من چقدر پسر خوبی بودم. متاسفم که لط دادم. برو کنار.
بعضی وقتها خیلی زود دیر میشه. چی شد؟ حالت گرفت؟ همیشه که نباید خنده دار باشیم. دارم رام رام دارم رام دیریم ریم ریم دیریم ریم. الان یکم بازیگریم و ببینید که هم کف کنید هم کیف کنید. اگه تشخیص نده من گلم یا این گله چی؟ بیا پیش ورد وایت هنسام. نمیدونم نفرین کدوم آرمی بود ولی ما به هم نرسیدیم. البته دخترم که نباید این وقت شب با یه غریبه قرار بذاره حتی اگه من باشم. براتون سوال پیش اومد که اصلا این داستان عشق چی شد؟ چرا اصلا شروع نشد؟ راستش من در مورد بقیه اعضا نمیدونم ولی عشق من از اینجا شروع شد. از جلوی آینه. ورد وایت کلاه. جان، با اینکه خیلی عاشقمم ولی مجبورم از خودم دل بکنم، کار دارم. من چقدر بانمکم توی خوشگلاتکم. غم‌ها، ناراحتی‌ها و مشکلات میتونن هر لحظه مثل کن بیانو به تو بچسبن، ولی در این لحظات کافیه که یه جوری بزنی بششون که خاک بره چششون. بعدم باید بری جلوی آینه و یه ورد واید لبخند بزنی. الانم میخوام یه جوک بگم. اگه گفتید تصویری که الان دارید میبینید تصویر چیه؟ چیزی که الان دارید میبینید اسمش دریاه. یا خسته نباشم. کات.